مسئولین آب و کاریز دوشنبه به کمبود آب در پایتخت استفاده برندگان را گناهکار دانسته‌اند. قرقیزستان از ترکیه باز هواپیماهای بی‌سرنشین خریداری کرد. در تاشکند یک زن با کارد به کارمند اداره تامین برق حمله کرد. در روسیه هرچند موسم دعوت و بسیج‌شوی به صف ارتش تمام شده است، اما سفربرکنی به جنگ ادامه دارد. مسئولین آب و کاریز دوشنبه به کمبود آب در پایتخت استفاده برندگان را گناهکار دانسته گفته‌اند به خاطر کشاده ماندن چمک‌های آب نارسایی آب به میان آمده است. مسئولین گفته‌اند که بسیاری از شهروندان به خاطر پیشگیری یخبندی در قبرهای آبی آشامیدنی چمک‌های آب را کشاده مانده‌اند که مشکل تنقیصی آب را در خانه‌های ساکنان به وجود آورده است. به دلیل چمک‌های کشاده فشار آب پست و تامین اهالی با آب دشوار شده است. اما متخصصان اداره آب و کاریز دوشنبه گفته‌اند که در چنین وضعی باد و هوا به خاطر رخ ندادن صدمه‌های خط آبی آشامیدنی فشار را بلند کردن نمی‌توانند. مسئولین از ساکنان خواسته‌اند آب را به قدر ضروری ذخیره نموده چمک‌های آب را محکم نمایند. قبلا خبر داده شد که سردی شدید در دوشنبه و یخبندی قبرها باعث کمبود آب در برخی از نواحی پایتخت شده است. الحال به منطقه هایی که مشکل آب دارند ماشین های آبکشی سفربر شده اند. ذکر گردید که در خانه های کهنه ساخت زمان خروشاوی که بنابر نداشتن تخخانه وصل قبرها از بیرون صورت گرفته است به یخبندی بیشتر دچار شده اند. هواشناسان میگویند سرمایه که تاجیکستان را فعلا فرا گرفته است در دوام 15 سال آخر بی سابقه می باشد. چنین سرما در جمهوری تا 25 ژانویه سال روان ادامه خواهد کرد. قرقیزستان از ترکیه باز هواپیماهای بی‌سرنشین خریداری کرد. این دفعه قرقیزستان هواپیماهای بی‌سرنشین مدل انک خریداری کرد. در همین حال تعداد آن مشخص نشده است. دایربک آرومبکوف سردار شعبه اطلاعاتی مأموریت دولتی در صحیفه رسمیش در شبکه‌های اجتماعی نوشته است به قرقیزستان تجهیزات زمانوی بی‌سابقه نظامی بیرکتر، اکسونگور، اکینجی همچنین انک خریداری و انتقال داده شد. قبلا مقامات قرقیزستان از خریداری مدل‌های هواپیماهای بی‌سرنشینی بیرکتر، اکسونگور و اکینجی استحصال ترکیه نیز خبر داده بودند. گفته می شود پس از به قرقیزستان انتقال یافتن هواپیماهای بی‌سرنشین به اختیار خدمات سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی این کشور سپرده شده اند. بی‌سرنشین تمغه انک درازی بالش 17.5 متر، درازیش 8.6 متر و بلندی 3.2 متر را دارا بوده، وزن آن 1.7 تن می باشد. سرعت حرکت انک تقریبا 200 کیلومتر ساعت در بلندی 9100 متر از سطح زمین است. هواپیمای بی‌سرنشین ترکی می تواند تقریبا 350 کیلوگرم بار را برداشته تا 30 ساعت با آن در هوا بماند. در ولایت تاشکند یک زن برای فروزان کردن نیروی برق در خانه ها با کارد به کارمند یک مؤسسه تامین برق ناحیه حمله کرد. در شبکه‌های اجتماعی نواری پهن شد که در آن دیده می شود یک زن در بینای اداره تامین کننده برق به مرد با کارد تهدید می کند. در نوار وی به گلی مرد کارد مانده طلب می کند که نیروی برق را فعال کند. در جواب کارمند به وی جواب می دهد اگر خواهید مرا کشید. کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که در نوار یک گروه ساکنان ولایت قشقدریا دیده می شوند که به طلب حل مشکلات نیروی برق به اداره تامین برق آمده اند. اما تفتیشات نشان داده است که این حادثه نه در قشقدریا بلکه در ولایت تاشکند رخ داده است. بنا به اطلاع دادستانی کل ازبکستان در چرچیق به دلیل قطع منتظمی نیروی برق ساکنان محلی روز 16 ژانویه به اداره تامین برق شهر آمده اند. در آنجا طلب کردند که برق را فروزان کنند. یک کارمند اداره برق که در آنجا کار میکرد خواست آنها را آرام کند، اما زنی 35 ساله کارد آشخانه را به گلویش گذاشته پرسید که چراغ را فروزان میکنید یا نه. از روی این حادثه پرونده جنایی باز شده است. Kim
nima uchirasiz? Aka, shuni Qayerda uchirdik? در روسیه هرچند موسم دعوت به صف ارتش تمام شده است اما سفربرکنی به جنگ ادامه دارد. به گزارش بخش روسی BBC ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه یگان فرمان درباره انجام سفربری امضا نکرده است. کرمل توضیح داده است که این ضرورت ندارد. به گفته دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرمل 28 اکتبر سال 2022 موبیلیزاسی نسبی انجام یافت اما کمیسریت حربی شهروندانی را که خواهش اختیاراً در صف قوه‌های مسلح اشتراک کردن دارند به خدمت حربی جلب می‌کند. در همین حال در شبکه‌های اجتماعی مردم از به طور اجباری رهسپار کردن مردان به جنگ اظهار نگرانی کردند. اما مقامات اصرار می‌ورزند که موج دوم بسیج‌کنی برنامه‌ریزی نشده است. هفته گذشته روزنامه بریتانیایی زی تایمز با تکیه به منابع استخباراتی غربی هشدار داده بود که در هفته‌های آینده می‌تواند تا 500,000 نفر دیگر در روسیه به جنگ سفربر شوند. اداره استخباراتی اوکراین همچنین ادعا کرده است که سفربری در روسیه پس از سال نو ادامه خواهد کرد. یکی از سبب‌های باور نداشتن مردم به انجام بسیج این نبودن فرمان دخلدار از جانب رئیس جمهور است. روز 31 اکتبر، یک ماه پس از امضای فرمان سفربرکنی، پوتین اعلان کرد که موبیلیزاسی نسبی تمام شده است و دیگر نیاز به بسیج کنی نمانده است. اما همانا بسیج کنی ادامه دارد.